هر ماه که این فیش حقوقی رو میگیرم دستم و نگاه میکنم با خودم میگم که این مبلغ واقعا با خرج خونه زندگیم جور در نمیاد، با اجاره خونه، با قبض آب و برق، مدرسه بچه ها، خرید خونه و همه چی داره هر روز گرونتر میشه و حقوق ما همونه، یه عدد ثابت. میدونم که فقط من نیستم، خیلی این حس رو دارن و خیلی خستن از این تکرار و نگرانی و استرس. و حالا که سال جدید 2026 داره آغاز میشه، خبر بد اینه که قیمت ها همینطوری صعودی بالاتر میره و ما دوباره نگران دخل و خرجمون میشیم. اما چی کار میشه کرد؟ میتونیم لوتو بازی کنیم. خب این یه راه حله. میتونیم از پس‌اندازمون استفاده کنیم. شما چه راه حلی داریم؟ و اما یه خبر خوب این که یه بیزینس آنلاین وجود داره که من پیداش کردم و حالا دارم باش زندگی متفاوتی رو میسازم. من یاد گرفتم که چطوری با گوشی و لپتاپ و اینترنتی که دارم از هر جا و از هر مکانی کار کنم و یه درآمد جانبی داشته باشم که دیگه دغدغه‌های هزینه‌های زندگی رو در سال جدید نداشته باشم و همینطور زندگیم وابسته به یه حقوق ثابت نباشه. اگه تو هم جرأت داری که تغییر کنی و دنبال یه راه حل واقعی برای مشکلاتت هستی، لطفاً دکمه لرن مور رو بزن و بیزینس با مسیر رو شروع کن.